یه قهوه خونه بود سر لاله‌زار، نوازنده اونجا جمع می شدن ساعت 6. بعد خواننده ها، من نوازنده رزرو بودم، مثلا شما هایده بودی نوازنده کار داشت اونجا تلفن میزد یه نوازنده میفرستادم. بعد همینطوری که با عارف میزدم، با عارف. حالا یا این چند سال همیشه نوازندگی کردی یا شغل دیگه هم فقط داشتی؟ گیتار زدم من، فقط. عزیزم بچه داری؟ من اصلا ازدواج نکردم. ازدواج نکردی؟ چی شده؟ مگه میشه گیتار این همه آهنگای عاشقانه میزنین ازدواج نکردی؟ من عروسی‌های مردم رفتم، فکر اصلا نکردم دربارش. در اون شما گفتید اصلا یعنی همه سال 80 سال سن فکر نکردیم به؟ خب من مهمونی ها زیاد میرفتم، عروسی‌های مردم بودم، تو شادی‌های مردم که ازدواج